انواع تلویزیون از ارزون به گرون چه تکنولوژی هایی دارن تا زمان خرید گمراه نشیم. کپشن خیلی مهمه. عموم تلویزیون های بازار LED ان. حالا بسته به تکنولوژی های داخلشون که رنگ و نور و کنتراست رو تغییر میدن قیمتشون فرق میکنه. ارزون ترین بازار LED ساده است. اگر اجلیت LED بود یعنی LED های پشت پنل حواشی چیده شده که پیشنهاد خرید نمیدم چون نورش یک دست نیست. اگر فول اری LED بود یعنی پشت کل پنل LED گذاشته شده. حالا اگر مینی LED بود یعنی اون LED های پشت پنل خیلی کوچولو تا نور بیشتری بهتون بده. اگر نوشته کوانتوم دات توش بود این تکنولوژی مال سامسونگه که قراره رنگ و کنتراست بهتری بده. اگر نانوسل داشت مال LG قراره کنتراست و رنگ بهتری بده. حالا اینا با چه اسمی تو بازارن؟ تلویزیونای QLED. شروع داستان از سامسونگ شروع شد. حالا برندهای TCL و هایسنس و دیگر برندهای ایرانی هم با این نام تولید میکنن که تکنولوژی کوانتوم دات دارن. حالا اگر QNED بود تکنولوژیش مال LG که متشکل از مینی LED، نانوسل، کوانتوم دات و پنل LCD. البته تو بعضی از تلویزیون‌های اقتصادیش با اینکه QNED ولی به جای مینی LED اجلیت LED به کار رفته شده که قیمت نهاییش پایین‌تر بیاد. اگر نئو QLED بود مال خود سامسونگ، فقط پنل LEDش به مینی LED تغییر کرده که میشه مینی LED کوانتوم دات اون پنل LCD. OLED هم که باشه کلا مکانیزمش یه چیز دیگه است. گرونترین تلویزیون بازاره، رنگش فوق‌العاده بهتره، کنتراستش خیلی خفن‌تره و باریک‌تر از بقیه است. میکرو LED هم تلویزیون‌های خیلی لاکچری ان، در جهان هم خیلی گرونن، تو بازار ایران هم موجود نیست. باشه خیلی محدود قاچاق آوردن.